پیش از کرورد رفتنم به شما گفتنی بودم. کرورد از پاچکوی بینیم برآمد مردک جان. هر کسی که از نزد حولی ما گذرد دو چشمش به حولی ما. انا دیروز حولی همسایه سخت پجرنیکو آمده به حولی وای آب میزنند و دو چشمشان به حولی ما. انا وای ماشینی شیر آمده است ملکه میگه دو چشمش به حولی ما. دختر به نزدی وای کده که همسایه بیاید چشماش باز به حولی ما. بیزار شدم مردک جان با جان حال اگر میدونستم که همین خیل قانون ها میبراید همین امارت نمی ساختم. به نامی من گذرانه دیه. کرورد رفته آمدی و حالم عقلت ندر آمده است. به نام من گذرانیت بوده است. من که خیلی 150 سون ماهانه میگیرم و تو یک پلیسی هم درآمد نداری کو. از کجا یافتی گفته پرسن اگر چی جواب میدی یا که تخم زیر کرده چوجه برآورده میدی. بس کنی. اومده ایستاده است مردک جان. اومده ایستاده است. چیکار میکنیم؟ هاجر جوانی مرد کجا کار شدی؟ نمی رو در اکشون. نه مردک جان نرو نکشاید من میترسم. اول از راغ در بین که اگر بیگانه باشد نکشا. احتیاط شو و نگاه کن. ای مردک جان اگه شابراته؟ اگه شابرات؟ یک فاهمه میکنی که ای خدا جان راوگی گویی که پگاه روزی دوشنبه اداره بیادم اونجا گپ بزنیم. سلام بینندگان گرامی، باور داریم که این نمایشنامه تلویزیونی برای همه شما آشناست. سر کرده از هنرمندان کسبی تا کمترین جزئیات نمایشنامه تلویزیونی صدا است آباد. قهرمان برنامه امروزه ما هنرمند خلقی تاجیکستان زلخمار ابراهیم هستند که در دوران جوانیش نقش هاجر را در این نمایشنامه تلویزیونی آفریده است و فعلا صحبت‌آرای ما هستند این بانوی هنر. سلام، خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم. آباد باشید، سلامت باشید. اصلا در این نمایشنامه شما با نام هاجر نقش آفریدید. پس بگویید که برای آفریدن این نقش چند نفر پیشنهاد گشته بودند که تنها شما انتخاب گشتید؟ راستی گپ من تنها بودم و همچنین دیگر نقش هم همچنین، چون که ساجده غلامова بالای اون اثری که میگرفتن خیلی زیاد کار میکردن و هر هنرمند علاقه میدیدن در کدام نقش کدام هنرمند بسیار جاشبه میافتد. برای همین کس به خطا همون نقشای انتخاب میکردن، تقسیم میکردن. برای همین هم شاید همه اون چیزهایی که ساجده غلامова در تلویزیون ماندن در حقیقت به دل مردم جا شد، محبتیتی زیاد پیدا کرد که اینقدر مردم تا حاضر تماشا میکنند. همه اون هنرمندایی که در نمایشنامه های اون کس اشتراک کردن با این یا با دیگر نقش آوازه و دروازه شده، همه اون کس را با همون نام ها با همون چیزا بسیار دوست میدارن. من گمان میکنم که این موفقیت کلانی ساجده غلامова بود که نقش های درست تقسیم میکردن. میدونستن که کدام هنرمند از عهده این نقش میبرد یا نه. و من فکر میکنم نه تنها موفقیت خود کارگردان بود بلکه گروه ایجادی. البته این به این چخمش وقتی که رژیسور درست نقش تقسیم میکند، این علاقه 90% برای که هنرمند که در جوش است از عهده نقش میبرد، این علاقه موفقیت همون رژیسور است. پس نقش مذکور تا کجا توانست راه شما را به تئاتر و سینما باز کند و چهره تان را میان همگان آشنا سازد؟ راستی گپ تلویزیون یک نقش بسیار بزرگ من دارد برای معرفی هر یک هنرمند. من هم از همون قطار همون هنرمندا هستم که تا وقتی اجرای این نقش و هاجر من خیلی نقش‌های زیادم آفریدم، در نمایشنامه‌های زیادم بودم. افسوس که اون نمایشنامه‌ها همش کار کرده شد نیستند. از بایگانی هم یافت کردن ممکن است؟ نه هیچ همش گم شدگی. فقط من بسیار منندار از
وایدو رجب که اون کس توانستن همین چیزا در خانه خودشون نگاه داشتن و بعد وقتی که لازم شد پیشنهاد کردن و من بسیار نقشه آفریدم برای کودکایم بسیار نمایش آوری میکردم گمان میکنم که من الکی معرفی شده بودم لیکن هنر شما در آن همین فیلم بیشتر به مردم مقبول شد پسند آمد شاید برای که این بسیار یک نمیدونم چی خیلی شد که یک بار یک نقشه که اینقدر در این اسپکتاکل اینقدر کلان نبود اینقدر نقش کلانی نبود که گویی که میتواند محبت مردم جلب کند لیکن خیلی شاید که در حقیقت این گپ راست است که نقش لحظوی نیست اگر توانی همون لحظوی هم توی میتواند مشهور کند این نقش من هم یک سنتچوی یک دوسیه سنتچوی که خورده داشت. این از مهارت هنرپیشگی شما درک می‌دهد که در قلب مردم محو گرفتید با آن همین ابراز یعنی هاجر. اینها میتوانید پرچه‌ای که خواستگارها به خانه شما میآیند و بیننده از همون لحظه ها قصه کنید. این دخترک از بازی‌های درون این خاندان بیخبر است آخر. او وای دوران این تمام بیخبر برای من حیران که چینو یک بار من با کرتا پوشوندنی کیم چی کارو کردن گردی من با خیلی بیخبر است این دختر از این بازی ها از هیله و نیرنگ های آنها بیخبر است برای همون حیران است میگه چی من اینقدر مجبور کردن اما صحنه خودش هم خوش رو برام بده بیا چای کنی بیا کنی شین کنی اینجا شین کنی چای کبودی 95 دم کردم اومده خوب بیا کنی شین کنی تصدق دخترم شین کنی تصدق شینید کنی ها شین نکرد تو خوری اکت نکردش بارک الله خوری اکت کنی شین ای چه میکنی؟ کنی گوی؟ ای زباناتو فرو بردی می؟ گبزم میگم چه میکنی می یا نمی؟ هاجر جان وای دادری نیتای خونه اپاد بسیار جوانی نقص چطور؟ معقول میشد ها؟ میشد سکوت علامت رضا میشد چلاق نگید یک باید چلاق ها قریقه چو تصدق تو شود تماشا شود رقص کنیم میگم تصدق البته نیتی خیر راضی شد هاجر جون وای آدم تقریبا یک 33 یا 34 ساله دادری نیتای خون اپا میشد یکی گیدی 4 کس میدیدگی میشد وای خدا نوشتن گیر میشد شد بارک الله خیز بسادیم را کارت کود بارک الله میشد ای تصدق بابت کاری کارگردان بانوی خوش سلیقه که تا هنوز زحمتش از خاطره ها زدوده نگشته است مرحوم ساجده غلام چی میگوید؟ اون کس برای خوب آفریدن نقش شما چی زحمت ها کشیدن؟ اون کس یک شخصی بودن که بالای هر یک نقش خیلی زیاد کار میکردن و میدونستن از کدام هنرمند در این نقش در این صحنه چی میخواهند. فهمیدید وقتی که رژیسور این چیزا میدوند چی میخواهد هنرمند وای وظیفه که موند آن خیلی اگر وای هنرمندی در حقیقت اصیل باشد درب قبول میکند و همون خواست رژیسور پیشکش میکند حتما به همون هدف میرسند هم رژیسور هم هنرمند برای که او وظیفه موند درست این درست اجرا کرد. نقش آفریدن با چنین هنرمندان کسبی از جمله با مرحوم وایدلو رجب، قیام‌الدین چقلف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان دلبر عمر و گمان میکنم برای زلخمار ابراهیمова باعث افتخار بود. همینطور نه؟ افتخار این کم است که افتخار من نمیدونم این یک دنیای دیگر بود برای من. یک دنیای پر از همدیگر فهمی، پر از محبت چون که در وقت کار ما با یک دیگر خیلی یاردم میرسوندیم
اونجایی که مثل من یگون چه نفهمم دیگران من میگفتن بعد یک شخصیت های اینجا بازی کردن که نمیدونم در کینو و در تئاتر تاجیک هر کدوم اینها یک جای مخصوصی خودشان دارن مردم اینقدر اینو دوست میدارن و البته منم در خطر اینها بودن برای من فخر بود زیرا از آنها تجربه خوبی میگرفتید. البته بینندگان گرامی، پارچه دیگری را از فیلم تلویزیونی صدا از تابوت این لحظه پیشکشتون میگردانیم و باز صحبتمون را با قهرمان برنامه هنرمند شناخته تئاتر و سینما زلخمار ابراهیم و ادامه میدهیم. تصدق درست کردید. داماد بینور یک سال بعد راضی ندادنتون درست تصدق. آخر میدونید همین نکاحی که به دل خوش نآید به خدا هم خوش نمیآید. حاضر دور حکومتمون زن و دخترها آزاد تصدق اگر مبادا هاجر ظلم و تعدی کنند میتوانید به محله برآمده داد و فریاد کنید. هاجر حقی تصدق. خوش آمده ساره جون، خوش آمده. هاجر جون میشینی میگرده راو لباس کاتا پوش سر لباسی تازه خوش رویت پوشیده درست پوشید تصدق پوشید. من دیگر کرتا ندارم کو. چه خیل نداری؟ آوای کرتاهای نیلان، پرلان، فلان، کریستال و یا کرتاهایی کی؟ پوشید تصدق. جوانی مرد رفت اطلسی من پوشیده بیا. پوشید تصدق پوشید. صحنه های خیلی جالب است که در خاطر هر یکیمون نقش بسته است. دلبر عمر و در هر لحظه این یعنی که نمایشنامه تلویزیونی شما رو هاجر جوانی مرگ میگفتن. این به شما سخت نمیرسید؟ نه برای اینکه اون کس در نقش خودشون باید من گفتم که این یک دختره که بیچاره همقدر اینا یک غلام کرده گرفتگی بودن این سر پاسته که در خدمت همه جبه اینو چی که گوید این حق نداشت خفه شدم با همچون هنرمند شاید خفه می شدم لیکن همچون هاجر هیچ خفه شدن نمیتونستم چقدر خفه می شد باید من عادت کردگی بودم برای این گپایی چون جوان بوده برای اون میگویم جوانم که بودم اون وقت یک 34 سال داشتم تماما جوانم نبودم لیکن به هر حال من نقش اون کسا میفهمیدم که اون کس باید این خیلی سخنوی میگفتن شاید از این بدترش هم میگفتن من باید خب میشتم از روی نقشم. اصلا در نمایشنامه تلویزیونی صدا از تابوت هاجر که شما این نقش رو یعنی آفریدید به کی باید به شوهر میبرآمد؟ این صحنه برای من کمی معما است. از روی خواست این عائله که بایگریشون در یک جای دیگر وای کرده توانند ذخیره کرده توانند؟ نه ذخیره نیست اونجا خونه یا دیگر چیه میتونن نام جانش بکنند میتایخون که تو این که کشیده نگیرن از اینو اگر ما بودو که سر شود تشویش و چیزا همه چیزای دوزی بود که اونجا بسیار با این خاطر با همون این کارا کردن که همه بایگری همه خونه همه با آنها بیمون خونه این بیچاره یک بازی هاجر یک بازی چیست دست آنها به چه که خواهند که همین بایگریشون به همه حساب به خودشون ماند دیگه تمام اینجا یکون دیگر چیزی برای وقتی هاجر نیست که این کارها. پس هاجر از حیله و نیرنگ های این خانواده آگاه میشد یا نه؟ یعنی حس میکرد همین حیله و نیرنگ ها؟ نه حس نکرد اول که این خیلی کارها شد و حیران بودم من چی لیکن بعد این کیم چه حس کرد که آخر اگر یادتون باشد بعد نشان میتید که گوجه با پلا پینهان کردن بعد این دختره کشار میشد و کمتر هوشش بسرش میدمد کمتر همه خیلی که بعد نشان میتید که این پلا اینا گوجه بجا میکنند هر بار میکوبن نمیوبان کو. بله. من گمان کردم که هاجر خان شما با گای نصرت خیش میشوید. نه از یتیم خانه گرفتگی. از یتیم خانه نه از خانه بچه ها گوید؟ نیتای خانه پا هم گفتن. هاجر خان شما اون وقت خور دکک بودید ده؟ نه؟ شما اون وقت انا همین خیل خور دکک دخترچه بودید. 13 سال می شود.
13 سال؟ چی 13 سال باز؟ در همین جایید؟ نه یک بار به پختچینی رفته بودم و دخترهای بسیار بودن رقصیدیم سرود خوندیم من حتی با زنبور رو افتاده بودم یک بار در عمرتون به بختچینی رفتید و به چقوری افتیدید؟ شما از جنجال‌های نیتای خان خسته نمی‌شدید زیرا هر لحظه به شما فشار می آورد. خودی هاجر من از نام هاجر فقط بله. میزنم و دختره که بود خیلی پرطاقت پر از صبر و طاقت در این سختی های این اویله اینقدر عادت کرده بود که من گمان میکنم که وای با میتونست که دوام طاقت کند زندگی کند همه انا محیط که در اون خانه هست برای وی ای خوردی علاقه اینقدر هر روزه چیزی که میدید برای همون از زندگی یکون چیزی خوبتری منتظر که نبود همون نیتای خان همون شوهرش این همین زندگی گمان میکنم که من همچون از نام هاجر حاضر گپ زده ایستادن وی صبر میکرد طاقت میکرد لیکن بعد یک آدمی پیدا شد که همون جانی نیتای خان که وی کم کم با این خوشش به سرش آورد با او هوشدار می‌سازد همیشه. بعد وی کمترین این باشد ممکن هم خود مرده میرفت همون محیط کتی. بله. برای من همچون تماشابین لحظه های پس پردگی نمایشنامه خیلی مراق‌آور است، پسند است. پس میتوانید کمی درباره زحمت های پس پردگی این فیلم یا اینکه این نمایشنامه به ما معلومات بدهید. یادم هست چه خاطره ها دارید؟ پسرچیم خیلی خوردک بود. 1 سال و 3 ماه داشت، 1 سال و 2 ماه داشت، همه خیلی خوردک بود و مونده رفتن برای من خیلی دشوار بود. یک روزی که ما همون روز نواگیری و بود طبیعت نمیدونی چی می شود. همون روزی که نواگیری و کردیم خیلی یک سرد بود، شمالی خنک بود، اما باید همین کرتاکای اطلسی همین آستین کالتای همون چیکو کردیم. بهار بود آخر. خیلی خلاصه که یادم هست که ما چقدر جاخو لرزیده خونو خورده لیکن در وقتی نقش آفریدن این چیزای همش یک طرف میپرتوید خیلی که من شما حاضر الان هم خیلی انم فراموش میکنی که تو خونو خورسوده بودی یا جغت میلرزید با همون نقش داده میشی بازی میکنی. من گمان میکنم که این وزنینی ها در هر فیلم ها می شوند یا در هر نمایش ها می شوند چون که خیلی کار ما است. من شخصا از وزنینی کار هیچ وقت نترسیده بودم. برای من هر چی که باشد قبول بود. خلاصه کار برای من هیچ وقت وزنینی نمیداد. در کدام محیطی نباشد من همه فراموش میکنم داده میشم به کار خودم. زیرا کسبتون رو به نهایت دوست می‌دارید. عابد حالا هم تو رو به میرزا چل میبرم میگه؟ میبرم گوید میروی؟ گفت میروی؟ کله اگر خود حاضر شوهر را به دست نگیری پگه به حالت میمون ها میگیرین فهمیدی؟ انا حالی من بی اگر وقتش به دست میگرفتم انا ایخل هر روز یک لباس کتی نمیکشتم. گریه نکن ایدای جان گریه نکن باز سرت بدر نراید. فهمیدی؟ اگر زن میکردگی باشی گوی در همین جا کن در همین جا زن کند و سر دهد جاه و جلال خودت بعدی سر دادنش به حضور میشنی خانه خودت. خب به میرزا چل برده باید در دشت بیابان توی سر دهد آسترت به کدام سنگیز جام بزنی؟ گوش کن گتی اکتا زن میکردگی باشی در همین جا کن گوی. فهمیدی؟ فهمیدی؟ به شوهر دید گفته بودم بینه بینه زبان نبرآوردم زبان تگیر میتونم مردم یک بلا جرجم سلام علیکم در نمایشنامه مذکور
لحظه‌های هزل‌آمیز نیز خیلی زیاد است که بیننده را نیز به تاثیر نمی‌ماند، یعنی به بیننده خوشحالی می‌بخشد و این البته از ابراز هنرمندان به عمل آمده است. درست. برای من هر وقتی که نتای خون به سر من دعای کرده می آمد، هر بار دلبر یک با یک پور یک با یک چقدر نفرت با یک من بسیار بد میدیدگی هم به درونشون هم خوشرو کردن نشان میدادن که هر باری که اون کس به سر من با یک هیجان دویده همین گپاشون میگفتن، ما هر بار میگفتم اینقدر هنرمندی بزرگ هستند دلبر و مروه که این نفرتی که نسبت به همین هاجر دارن همین خوش رو نشان دادن. چقدر اذیت میداد هاجر را. همین چیز به خاطرم خیلی خوب مونده است، میگم که چقدر میتواند اینقدر نفرت توانده با سری همین هاجر بیچاره با ریزت این چیزا. صحنه‌های خنده‌آور اونجا بسیار بودن. من حضور اینقدر یادم نیست، برای که اکای باید یک انسانی هستن که همراه این کس یک دقیقه هم توشیده نمیشود. اون کس هر یک چیزی که همین و یک شوخی یک لحظه یک چیزی هم جوش با میبرن تا سیام که سر شدن ما چقدر میخندوندن. این خیلی چیزایی که دایم در ویا میشد، لیکن با این شخصیت هایی که من قدشون همراه کار کردم اینو در حقیقت هر کدومشون جای خودشون دارن. اکای عبیدالله رجب این نمیدونم برای من بزرگترین نوتکرارترین یک شخصیتی عجایب بودن. اون صحنه‌هایی که شما در این نمایشنامه نقش آفرینی می‌کردید لحظه‌ای بودن که بداهتاً اجرا می‌کردید یا اینکه مغز از روی سیناریا هنرمندان هنرنمایی می‌کردن؟ نه، البته اون چیزایی که یک باره به سرت می‌بیاد در وقت اجرای همون صحنه اجازت میدادن؟ اجازت میدادن اگر که معقول کرده باشن، اگر بینن که همین نقش با این همون چیز شما برآوردید فکر کرده توغری میبیاد، البته قبول میکردن. این خیلی صحنه بسیار بود این خیلی صحنه. چون ما میدونیم تئاتر و سینما یک فلسفه خیلی بزرگ دارد. در موضوعهای مختلف نمایشنامه فیلم‌ها تهیه می‌شوند و هر یک هنرمند نیز ژانرهای به خود خاص را میپسندد، دوست می‌دارد. پس اگر مخفی نباشد زلخمار ابراهیمووا کدام ژانر سینما را بیشتر دوست می‌دارد؟ مضحک است، لیریک است، فاجعه است؟ در کدام ژانرها نقش آفریدن برایتان پسند است، مقبول است؟ من میخوام همه نقش آفرم، لیکن به کدام درجه موفق میشم نمیشم این علاقه تماشابین به هم میتید. لیکن من شخصا نمیخوام که فقط همین مادرایی که یا وفات کرده است یا کسل است یا همین موضوع ابرازهای گوناگون رنگ را دوست می‌دارید؟ من بسیار میخوام که ابرازهای هر گونه باشند. وقتی که حالت دیگر است چی تو میتوانی کشوده شوید، تو میتوانی دیگر طرف هنرت نشان دهی. وقتی که سیناری تکرار میشد، مثال همون نقش تو در دیگر سیناریو با وایش با اینش همون حالت است که او تو همون هستی که همون هستی گفتی همون حالت بازی میکنی که خواهی نخواهی که قالبی میشه. این چیز من بسیار میترسوند. من کوشش میکنم که دیگرگونه بازی کنم، لیکن خیلی وقتی که درون بازی میکنی همون حالت که او همین تو هستی که دیگر هم خیلی نیست. بله. با هم برآمدنش ممکن. یعنی برای شما تمام ژانرهای صنعت تئاتر و سینما پسند است؟ پسند است. میخوام که هر گونه باشد. برای چی زدن؟ میگویم که تو ویرون ویران میشدم، تو برین میشدم نگفتید دا؟ میدونستم که باور نمیکنید. آروم شوید هاجر خان. التماس آروم شوید. انا اکنون همه دیده و شنیده هایتون را با مایور نوروزوف نقل میکنید. خوب؟ چی وای؟ نمکی یک روزه حرمت 40 روزه دارد گفتند. کی گفته است؟ اما که قاری است. باز قاری به شما این طور گفته است هاجر خان؟ برای که به نصرت حقیقت نگفته است که انا همین بیچاره از خورده خدمتی شما را میکند؟
اقلا یک خورده خرده دید نمیشود. فقط کنه این تایخونه نپوشد. ببخشید حجر خان، من نمیخواستم شما رو رنجونم. ببخشید حجر خان، چی شما اکنون باز با جای نون و نمک خورده تون بر میگردید؟ نه نه؟ از نمایشنامه صدا استاباد یا اینکه نقش خود چه برداشته گرفتید و یا چه خصوصیت‌های آدم و آدمگری را آموختید؟ من گمان میکنم گردی من اینقدر بسیار بدی بود که من محتاج بودم به مهربانی. چون میدانیم از ابتدا تا انتها ماجراهای گوناگون پشت سر هاجر میآیند. پس انتهای نمایشنامه با چه انجام می‌یابد؟ با خوبی در حقیقت پیش میبرد، همه فاش میشد، با یک نوتای خیلی خوب انجام می‌یابد. شما و شوهرتون کیها مرده اید. صدای شما از درونی تابوت می آید. حجر خان، رفتیم از اینجا. کجا؟ رفتیم. حاجر جوانی من نمانده درم. حاجر برای صحبت امروزه به شما سپاس میگوییم. برای یک صحبت گرم و صمیمی. از صحبت با شما خیلی خوشم آمد. به شما روزگاری با سعادت را تمنا دارم. بگذار هنرتون همیشه بلند پرواز باشد و همیشه در آغوش پر از محبت ها زندگی کنید. هزار رحمت میری جان. منم گمان میکنم که یک مدتی کوتاه که همراه بودیم محبت شما حس کردم. وقتی که آدم محبتی هم صحبت حس میکند و همچون جواب میدهد. منم یک خیلی خوب گذراندم وقت خودم. گمان میکنم که این باخریا باید باشد دایم. با تلویزیون سفینه موفقیت بسیار آرزو دارم، چون که یکی از پیشرفت‌ترین تلویزیون هست و میبینم که هنرمندای ما معرفی میکردگی تلویزیون هست و گویا که جای ما اینجا هست. با شما موفقیت زیاد. به شما سپاس که اطراف نقش خود از نمایشنامه تلویزیونی صدا استاباد کمی هم باشد برای ما و بیننده سفینه قصه کردید. شما نقش یک بانو به زیبا و دلنشین است و باور داریم که این نقش، این نمایشنامه هرگز از خاطره ها فراموش نمیگردد و بار دیگر خاطررسان میکنیم که مهمان برنامه امروزه ما بودند مادر روزگار دیده، بیبی مهربان، هنرمند صاحب استعداد که در اکثر فیلم ها نقش مادر را آفریدند و در قلب های هر یک ما محو گرفتند. زلخمار ابراهیمووا، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. برنامه نقش اینجا انجام می‌یابد. خیر عزیزان.